سلام به برعکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم با دکتر هادی و دکتر آینده محمد آمریکایی کانادا. آقا این داستان الان اپیزود تکنیکی 2 و ما تصمیم گرفتیم اسم این برنامه رو، من تا حالا برنامه درست نکردم، من همیشه میشستم با یکی حرف میزدم و اشغال میکردیم و به خاطر برنامه‌ای که من داشتم بچه‌ها اومدن به من گفتن ازت سوال داریم. بعد به خاطر سوالای زیاد من اومدم کانسالتیشن گذاشتم. بعد تو کانسالتیشن هم صدها نفر رو صحبت کردم، یه سری چیزا یاد گرفتم که مثلا مردم مشکلاتشون چیه، اشتباهاتشون چیه و چجوری دارن خودشونو فقیر نگه میدارن. این بقول جیزه داستان. بعد گفتم که یه برنامه درست بکنم که بشینم هر هفته بچه‌ها رو ریمایند بکنم که بچه‌ها پول جمع کردن یه چیزی که هر روزانه است، هر هفته بعدن روش باشی. مثل اون که هیکلش خوبه نمیتونه مثلا یه 3 ماه بگه بذار ریلکس میکنیم، بعد اون 3 ماه یه ضربه میزنه که شاید 3 سال لازم داری تا ورش داری. و من کارمو گفتم بیام این کار بکنم و به خاطر اینکه این خورده جالب بکنم یه دوستی رو دعوت کردیم به اسم محمد آمریکایی کانادا که محمده، که 28 سالشه، 1 سال اومده از کشور بیرون و این ویدیو واسه مجوریتی واسه بچه‌ای که دارن از کشور میان بیرون چیکار کنن تو خارج از ایران بهتر بشن، چون چیزی که تو ایران خیلی فرق داره با بقیه دنیا و منم اطلاعات زیادی راجع به ایران ندارم و من بچه خارجی رو میتونم کمک کنم. از اونم یه آقایی داریم به اسم هادی که تو ویدیو دیده باشین، من باهاش امسال آشنا شدم، آدم خیلی خوبیه، دکترا داره و توی گوگل کار میکنه. یعنی من اگه اشکال نداره میشه من بگی ساعتی چقدر گوگل بهت پول میده؟ زیادی، حالا فکر کن مثلا $400. خب ببین، یعنی وکیل میخوای بگیری ساعتی $200 بهش فکر بکن. به خاطر همین کسی که اینجاست الان واقعی، اگر من که $5 میارزم ساعتی، این $30 میارزه ساعتی، اون 400، یعنی ما فقط واسه این جمع شیم ویدیو رو بگیریم فقط واقعا $1000 خرج ما جمع شدنمونه. حالا دیگه دوربین و صداوری نه. یعنی من میگم که این ستاپ، این عشقی که الان هست ارزشش رو بدونید. من ندیدم کسی این کار کرده باشه، نمیگم من نفر اولم، من خودم، من میگم دوستام بیشتر این کارام بکنن، اگه من ندیدم چه عالی که هستن. این برنامه فقط واسه اینه که همه آدما خودشون رو مجبور کنن مثل یه دونه آنتی بیوتیک که من باید هفته یه بار برم این 20 دقیقه ویدیو، حالا یه روزی یه خورده بیشتر خورده کمتر، 20 دقیقه ویدیو رو نگاه بکنم هر هفته که یادم بمونه چیکار دارم میکنم. از اونم این نفر رو داریم لایو، ما هر هفته بهش نگاه میکنیم چیکار کرد، چقدر پول در آورد، او بیکار شدی، کارتو از دست دادی، کارو بهتر گرفتی، 2 تا کار میکنی، پول از بابات اومد، نمیدونم چیکار میکنی، همه چیشو صحبت میکنیم که بتونیم زندگی شما بهتر بکنیم. یعنی یه آدمی تو این سن باید آرزوش باشه که تو این موقعیت باشه و حالا هر کسی هست میتونه یه جوری خوشو به محمد وصل کنه. یعنی حالا و بهترین اتفاقی که داره میفته اینه که الان ما اپیزود 2 هستیم و تا اپیزود 4-5 احتمالاً میخوایم خودمون بفهمیم چیکار میخوایم بکنیم. اپیزود 4-5 به بعد سگمنت آخر برنامه‌مون تلفن میشه که دیگه برنامه‌های ضبطمون روز ثابتی خواهد بود و اون روز دیگه همه میدونن میتونن زنگ بزنن. خب البته توی یوتیوب و توی اینستاگرام اینا میذاریم که مثلا فردا لایو میتونین بیاین صحبت کنین، سوالاتونو بپرسین و تلفن بزنین، تلگرام حرف بزنیم از این حرفا. این داستان این برنامه است. حالا نظرتون میشه هادی جون شما بگی، خودتو معرفی کنی، یه سلام بچه‌ها بگی، باشم شما باشم بریم توش دیگه. دمت گرم. من خیلی خوشحالم که من هادی ام، امسال باهات آشنا شدم و اومدی اینجا از نزدیک هم دیگه رو دیدیم. من 9 سال پیش، همین جمعه‌ای که گذشت 9 سالگی من توی گوگل بود. 9 سال پیش که اومدم یکی از دوستای من که معرفی کرده بود، از اون طریق اصلا تونستم بیام تو، یه توصیه‌ای بهم کرد. گفت ما توی دانشگاه و تو زندگی هیچ چیزی در مورد مدیریت مالی بهمون یاد ندادن. تو رفتی رشته مهندسی بخونی، پزشکی بخونی، وکالت بخونی، مدیریت مالی یاد نگرفتی. و بهم گفت که ببین یه کیسه طلا هست، من بهت میگم برو اونو برداری همین الان که داری کارتو شروع میکنی. یه سری فاینانشال ادویکیشن درسایی هست داخل گوگل، بعد 2 هفته طول میکشه تو صبح تا شب بری اینا رو یاد بگیری. و من این کارو کردم. من 2 هفته صبح تا شب رفتم نشستم اینا رو نگاه کردم، خوندم اینا که کلا زندگی مالی چجوری میگذره. و
تصمیمای ابتدایی که اون سال گرفتم چیزی شد که باعث شد، حالا تو اون اپیزود گوگلمون هم داشتیم، مثلا اون چند تا خونه که خریدم و اینا همش به خاطر اون بود، همش به خاطر اون پولایی بود که سیو کرده بودم. و بعدن که کار شروع شد دیگه کار انقدر زیاده که تو وقت نمیذاری دوباره برگردی اونا رو مرور کنی یا آپدیت کنی خودتو. وقتی که نگاه میکنم به ولیویی که 2-3 تا توصیه، 2-3 تا تغییر کوچیک تو زندگی که هیچی زندگی منو تغییر نداد چی کار میتونه بکنه، به هم خیلی انگیزه داد که وقتی تو گفتی که این کارو بکنیم من بیام همین پای این صحبت ها بشینم، همچون فقط بشینم این پایین باشم برای من خیلی خوبه. و این محمد منو یاد یه محمد دیگه انداخت که وقتی دانشجو بودم نه یه محمد دیگه اومده بود، اتفاقا تازه از ایران اومده بود و یه بار اومد، من مثلا 4 سال بود تو آمریکا بودم، اومد بهم گفت که لازم مالی این کمک رو بهم بکن. گفتم که من این کمک رو بهت نمیکنم، هیچ کی هم اینجا نمیاد بهت بگه که دستی اینقدر به من کش بده این کارو بکن، چرا باید این کارو بکنم؟ به جاش من حاضرم باید یه کاری بکنم، بیا هر هفته یه ساعت تو آفیس من بهت یاد بدم که سیستم بانکی اینجا چجوری کار میکنه، چجوری میتونی کردیت اسکورت ببری بالا، چجوری میتونی سرمایه. هیچ وقت نیومد و من آرزو به دل موندم که تو که بدبختی اون هی نگاه بکنم که 8ش گرو 9شه، یعنی یه ذره مدیریت مالی بلد نبود، حالا یه طرف نمیخواست یاد بگیره. و اینکه تو یکی باشی که دوست داشته باشی یاد بگیری، این خودش خیلی پوان مثبتی. یعنی کاری که الان محمد داره میکنه ممکنه خیلی ها نکنن، مثلا میگه نمیخوام بدونم. خیلی برام عجیبه که یکی بگه بیا من یه کاری کنم تو موفق باشی، بعد بگه نمیخوام. برای همین اونایی که دوست دارن گوش کنن و یه سری چیزای ابتدایی یاد بگیرن که واقعا زندگی رو میتونه تو طولانی مدت تکون بده و خیلی جلو بندازتشون، باید قدر این خواستنشون هم بدون 100%. و من فکر میکنم یه دلیلی که هست خیلی ها نمیان تو اون لحظه که چون خیلی که به قولم شانسشو ندارن که هادی ببینم بیاد بهشون یاد بده. مثلا من تو زندگی هیچ وقت این شانسو نداشتم، حتی یه بار یادم مثل خودمو ببینم یا یکی مثل تو. اون که میشم ماها یه سری آدمای دیگه که مثل تو این شانسو داشتن، از فکر میکنم از پولی که دارن در میارن، از موقعیتی که هستن، انقدر ناراضیان خجالت میکشن که با یکی دیگه در مثلا من با مردم که مثلا کانسالتیشن دارم، مثلا بعضی بهش میگم چقدر در میاری، میبینم که مثلا چیز میشه خود ناراحت میشه اینا، میگم ببین من که برام مهم نیست تو الان $200 در بیاری $3000 راحت باش. فکر من که نمیخوام ازدواج کنم که مثلا بخوام واسه پول مثلا جاجت کنم، من که همین شخصیتی نیستم، به من به راحت بگو. مثلا میگم مثلا من ماهی $2000، مثلا میگم من ماهی 4700 در میارم، میگم خودت 4700 خیلیه واسه آدمی که جوونه، تو کلی دیوونه اینو خجالت میکشیدی. یعنی خیلی حتی اشتباه هم خجالت میکشن، میفهمی چی میگم؟ و این داستان اینجام نیست. من فقط چیزی که خواستم بچه‌ها واقعی باشن و اینجا هر اپیزود که نگاه میکنن ددیکیشنشو نشون بدن، بزنه چقدر پول سیو کرده. یعنی مثلا من اگه الان دو ویدیو نگاه میکردم زیرش اینجا میزدم 41 ساله $5000، بعد اپیزود بعدی شد 5100 میذارم 41 ساله 5000، آیدیم که یکیه، سنم که دارم میبینم، بعد میبینم پس این اول 100، بعد من وقتی برم اینو ببینم میگم که عشق دارم میکنم، پس ناگهان من دارم آدم‌ها رو تو زندگی کمک میکنم پولدار بشن و به فلان برسن. حالا قبل از اینکه بیام تو اپیزود یه دقیقه با بچه‌ها چیز چک کردیم. محمد فکر میکنم واقعا شلوارش الان باید بریم عوض کنیم، قهوه‌ای شد. چرا؟ ماشینی که بهت نشون دادم اگه نمی‌خریدم. آره خیلی عجیب بود. آره ماشین خریدم من تو سن 19 سالگی 18 سالگی ماشین خریدم. اگر اون ماشین رو نمی‌خریدم $60000 پول دادم براش. اگر من اون ماشین رو نمی‌خریدم و اون $60000 می‌ذاشتم تو حساب پس‌انداز، وقتی 67 سالم شد چقدر داشتم؟ با 14%. با 14% سود 5700. آره 5 میلیون 700. آره خیلی 5 میلیون 700. اگر 45 ساله یا 42 ساله میرفتی، اگه 49 ساله میرفتی که مثلا میگفتی همون 19 سالگی 65 داشتم بکومم، میشد 8 میلیون خورده ای. ببین چیزی آدم واقعا نمیفهمه، ولی وقتی میفهمی یعنی انگار مثلا با کامیون خورده تو صورتت. مگه یکی به من میگه آقا اون ماشین اولی که داری میخری برات 8 میلیون خرج داره، من پیاده میرفتم همه جا. به مردم که میگه اتوبوس سخته، میگم دریس من پیاده میرفتم همه جا. یه چت میگرفتم آقا وسط 3 کار دارم بعد 1 راه بیفتم چون 2 ساعت برم تا برسم به مترو تاون.
ببین گذشته که گذشته، ولی تو اگه گذشته من الان یه سری آدم هست. خب من دارم میگم الان تویی که داری میشنوی 25 سالته، 30 سالته، 45 سالته یا 50 سالته. خب تو به این فکر کن که وقتی که 10 سال بعد داری به امروز نگاه میکنی، آیا اون موقع میخوایی بگی که من اون موقع هم 10,000 تومان داشتم الانم 10,000 تومان دارم، یا میخوایی برگردی بگی که ببین اون روز من یه تغییر رو توی خودم شروع کردم، اون 10,000 تومان منو 2,000 تومانش هر ماه گذاشتم کنار، الان 800,000 تومان دارم، یه جایی که اصلا بهش دست نزدم، همینجوری هست. من الان مثلا اگه بخوام یه بیزینسی شروع بکنم، یه کاری بکنم، یه چانک گنده‌ای دارم که میتونم الان باش یه کاری شروع. من همون آدمم با یه چیز اضافی که قرار نبود اینجا باشه. و این خیلی هیجان انگیزه، چون تو اینو ضبط میکنی، این تو تاریخ میمونه. این چیزا همیشه تو طولانی مدت جواب میدن. حالا سال بعد یه ذره جوابای خوب میاد، ولی 5 سال بعده که این داره اون گلا باز میشه، یهو درخت یه دیواری رو میبینی که پر از گفتم پول سیف کردن برای پولدار شدن پیرمردی. همه فکر میکنن که من تو پیری میخوام چیکار. تو پیری هنوز زنده ای، هنوز مغزت بچه است، چون تو فقط ماشین داره سن میره بالا، مغزت که سنش نمیره بالا. سن همون 15 سالگی که خود یادته لحظات یکیه تا همین الان. پس مغزن آدم رشد نمیکنه، فقط سنن بدنت ماشینت از کار میفته. پس تو 67 مغزن که بچه‌ای هنوز، یا جوونی، یا هر چیزی که خودت میبینی. دیگه سری بچه‌ها هستن پیرن، سری پیرن هستن جوونن، یا مغز است. بعد تو واسه اینکه بخوای تو اون پیرامید مثل خونه ساختن میمونه. تو فرض کن الان من استخدام می‌کنی، میگی واسه من فلان جا خونه بساز. بعد میای به من 1 میلیون هم پول میدی. از این 1 میلیون هم 400 تاشو باز می‌کنی من 400 تا رو خرج می‌کنم. بعد 3 ماه میای اونجا می‌بینی یه زمین کثافت، خاک و خل ریخته، چوب ریخته رو زمین، داد و بیداد می‌کنی. دهیس من به تو صدها هزار دلار پول دادم، پول من چی شد؟ تو دزدی، منو میندازی بیرون، یه زمین خاکی هم داری میری. ولی اگر 1 سال نیای سر اون زمین، 1 سال دست نزنی، بیای میبینی یه خونه ساخته شده. ولی اگه ماه 11 هم بیای، پنجره نداره، در نداره، بخاری نداره، آبگرم نداره، بازم اونم هنوز یه آشغالیه. یعنی یه خونه که داری میسازی تا 99% نرسیده، آشغالدونیه، واقعا آشغالی. بری توش اینطوری میری توش که میگی به هر چی بخورم کثیف میشم. بعدش میای بیرون میبینی سجادم کثیف شده، میگی بابا من که به چیزی نخوردم. اینو همه اکسپریانس کردن. پس آشغالدونیه، یعنی آشغالدونی واقعی میدی کمتر کثیف میشی تا خونه کانستراکشنی. ولی 99 که میشه 100 میشه الماس. اینو آدما باید بتونن لمسش کنن. من میبینم که آدما وای میستن حتی یه 10 سال 15 سال ولی باز میکشتش بیرون. کل بازی توی اون 10% آخره. خب حالا محمد شما نظرت چیه راجع به این کاری که ما داریم میکنیم؟ ببین داستان اینه که من خودم از بچگی یادم همیشه بهم گفتن که تو پیشرفتت باید همیشه مقطعی باشه، یعنی پله به پله بری بالا و هیچ وقت یه شبه هیچ موقع تو به جای مثلا خیلی خفن نمیرسی، مگر اینکه زحمت بکشی از بچگی یه چیزی رو بسازی. پس به نظرم نکته اولی که باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه که پله پله و مقطعی خیلی اتفاق میفته داستان، و شروع کنیم واقعا به این باور داشته باشیم. و این قضیه که حالا یه شبه من نمیدونم 100,000 دلار یه پول به دست بیارم و از این حرفا به عنوان مثال، واقعا از ذهنمون بیرون کنیم. به نظرم این اون چیزیه که حالا ما سعی می‌کنیم با تو هم ثابتش کنیم. آره واقعا آره آفرین. تو چند سالته محمد جان؟ من الان 28 سالمه. آدم قبطه میخوره واقعا. نمیدونم تو متوجه این خیلی برای یه جوان 28 ساله فهمیدن این موضوع خیلی خوبه. یعنی این چیزی که تو میگی رو شاید من تو 40 سالگی دارم احساسش میکنم. درسته. که مثلا اون یه شب پولدار شدن و یه شب موفق شدن و اینا رو فقط یه ماجیکال تینکینگه که حقیقت نداره. دقیقاً. حقیقت هم داره آقا. بگو 1 در 700,000 نفر واسش اتفاق میفته. اگه واقعا تو فکر می‌کنی جزء اون 1 در 700,000 نفر هستی، بشین لاتاری بخر تا ببری. آره دیگه. یعنی میگم چیزی نیست که بخوای روش حساب بکنی. خب حالا من میخوام از تو خود دیتیل بپرسم. الان شما 1 سال اومدی کانادا،
تازه فقط یه خورده زبونتو بهتر کردی از این حرفا. من الان میخوام یه چیز بپرسم، راجع به زبانت چیکار میکنی؟ اکتیو داری کار میکنی یا نه همین یه فیلمی نگاه میکنی میگه یه لغت یاد گرفتم، یا نه روزی داری 3 تا لغت جدید یاد میگیری؟ چطوری داستان؟ اول اینکه خب من دانشگاه اینجا میرفتم، خب واسه همین یه بک‌گراند زبانی از قبل دارم. اوکی. واسه همین وقتی اومدم اینجا دیگه بیس رو اونه که کامیونیکیشن بین من با مردم یا به خاطر کارم و اینها، حالا اون تو کار و اینا خورده پیشرفت میکنه و اینکه حالا به قول تو مثلا فیلم و نمیدونم داستانای دیگه. خب حالا من یه کاری که میکردم به تو اول پیشنهادم اینه که من یه دونه مال مثلا 2000 ها یه اپ پیدا کردم روی یعنی رو کامپیوتر ویندوز میاد بالا، ویندوز 98. بعد هر روز وقتی کامپیوتر روشن می‌کردی یه لغت وسط چیز می‌خورد، بعد عمرن تو لغت هم نمی‌دونستی چیه. بعد همیشه میرفتی نگاه می‌کردی زیرش نوشته بود چیه و می‌خوندی، دو تا مثال زده بود، می‌ذاری تلفظش می‌کرد، سه چهار بار تلفظش می‌کردم، میرفتم اینا. شاید از اون خداوکیلی از اون 100 تا لغتی که مثلا ما یاد گرفتیم من 75 تاشو یادم نباشه. تا حالا یه بارم ندیدم. ولی اون 25 بارشو که دیدم با همشون یه داستان دارم که یه جایی که گفته فلان چیز، بعد یا 20 تا 30 تا ایرانی اونجا بودن، بعد همه گفتن یعنی چی؟ بعد من برگشتم مثلا یاری که مثلا توی کمپانی خفن مثلا گوگل کار میکنه، گفتم بهش که این مثلا معنیش میشه این. و همه من نگاه میکنن اینجوری که انگار مثلا من خدام، من فقط یه دو تا 25 لغت 25 گرفتم. این یه کاری که من به تو ریکامند میکنم بکن، چون یه سری لغت‌ها هست تو نمیشنوی هیچ وقت تو زبان معمولی. و یه روزی میشنوی میخوای اون نمیخوای اون روز اولت باشه. این از اون. حالا از نظر مالی چقدر درآمد داری، چقدر سیوینگ داری، چقدر خرج داری؟ ما اینا رو میخوایم بدونیم که هر هفته اینو ریویو کنیم. درآمدتو ببریم بالا، خرجاتو بیاریم پایین و پوزیتیوش کنیم. مثلا اگه اجاره داری اجارهتو تبدیل کنیم به مورگیج یه زمانی. همه چیزو هم شاید یه خرج خودش بمونه ولی ایمپروو میشه. آره باحاله. ببین من الان کلا که تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم اوریج بخوام بهتون بگم 3200 تا شاید آره دیگه ماهانه کلا اگه بخوای جمع بزنی توتال دیگه درآمد دارم دیگه. 3200 خب عدد خوبیه. مثلا خیلی عدد خوبیه. و یکم قبلش میگی که این 3200 رو داری به عنوان فول تایم امپلوی میگیری یا کانترکتور میگیری یا اینا افتر تکس؟ یه خود تعریف کن چطوری پولو در میاری و چه ساعتایی کار میکنه، چون کارش ریلکس، تایمش خودش انتخاب میکنه. یعنی واقعا الان آردی من پراودم. آره به خاطر اینکه یه خورده چی میگن وقتی من بگم حالا همه دوستام و کسایی که حالا تو ایران اینا همه میدونن، یعنی مثلا دوستان هر چی راحتی، مهم که تو راحت باشی. ولی خانواده بعدش میخوان زنگ بزنن بگن آقا مثلا تو ولی خب حالا یه کاری میکنه دیگه، ولی کار خلاف نیست خدا وکیلی. نه با کار نداشتم، میخوام بگم که این 3200 رو فول تایم کار میکنه. بعدن قراره که ازش مالیات کم بشه یا آلردی کم شده؟ نه آلردی کم شده شما بدونید. اوکی. آره. بعد وقتی که اینو میگیری یه بنفیت هایی ازش کم شده که برای بازنشستگی استفاده بشه یا تازه خودت باید این کارو بکنی؟ نه این کارو باید خودم انجام بدم. آره. اوکی. چون من کانادا رو نمیدونم. تو در سال حد اکثر چقدر میتونی بذاری برای یک صندوق بازنشستگی و حق نداری تا 65 سالگی بهش دست بزنی؟ ببین حق داری بهش دست بزنی، تکست میکنن هر وقت بخوای. خب جریمه میکنن دیگه، پنالتی داره؟ نه پنالتی نداره. نه. تو آمریکا بازنشستگی 401 ولی اگه زودتر دست بزنی پنالتی داره. آها نه اینجا جوری که هستش RRSPه میذاری، بعد مثلا میگم اگه درآمد $100,000 بعد مثلا چنم $30,000 تکس بدی، میای $20,000 میذاری تو RRSP، درآمد میشه 80 تا، رو 80,000 تا مثلا باید به جای 30 تا 17 تا تکس بدی. سو تکس یه خورده کم میشه، این پول هم ترانسفر، درآمدتو میاری پایین، کمتر تکس میدی و اون ترانسفر میشه توی اینو وقتی که بکشی بیرون تکسش میکنن. حالا من یه زمانی بود توی یه RSP درست کرده بودم برای خودم، توش مثلا $3,000 جمع شده بود. بعد من خواستم یه کاری بکنم، این پولا رو لازم داشتم، کشیدم بیرون بعد این اینوستمنتی. بعد که زنگ زدم گفتم این پولو میخوام، میگفت اگر $10,000 بکشی 5% رو نگه می‌داریم،
اگر $20,000 بکشی 10% رو نگه می‌داریم، بالای $20,000 بکشی 20% رو نگه می‌داریم. یعنی تو اگه به ما ریکوست بدی $10,000 بده، ما به 9,500 میدیم. بعد گفتم که اوکی، بعد اون 500 چی میشه؟ گفت اون 500 رو ما نگه می‌داریم میدیمش به دولت. بعد تو آخر سال که تکس رو انجام میدی، اگه نباید تکس بدی، دولت اون 500 رو به تو برمیگردونه. خب مثلا تو اگه اینجا $24,000 یا $16,000 اشتباه نگم، $16,000 تو درآمد داشته باشی، نباید تکس بدی. واسه این من اگه مثلا سنم بره بالا 67 رو که رد کنم، اون موقع مثلا بگو شده $20,000. میرم به بانک میگم $20,000 بده، بانک از $20,000 10% رو نگه می‌داره، 20% رو نگه می‌داره. پس ببخشید 10% رو نگه می‌داره. پس $2,000 نگه می‌داره، 18 تا به من میده. آخر سال که میام تکس پر کنم میگم درآمدم یه 20,000 RSP بوده که 2 تاشو تکس گرفتی، 18 تاش تو جیبمه. بعد که تموم بشه دولت یه چک $2,000 واسه من میفرسته. اون پولام که بخوام بکشم 10 روز زنگ زدم 10 تا $10,000 گرفتم که $5,000 آخرش رو نگه داشتن، 95 رو پس گرفتم. 95 رو رفتم کارم انجام دادم، آخر سالم اون 5 تا رفت تو تکس. اوکی. حالا تو حد اکثر پولی که میتونی بذاری در سال نمیتونی که 100 تا داشتی 100 تاشو بذاری و بگی که من هیچی مالیات نمیدم. اون حد اکثره تو کانادا یه عددی باید باشه دیگه. آره یه عدد حد اکثرشو نمیدونم، چون هر دفعه میشه حساب یه عددی بهت میگه. مثلا میگه تو باید اینقدر تکس بدی، اگر اینقدر بذاری تو RRSP بهترین بنفیتو برات داره. و اون عدد همیشه حسابدار بهت میگه. واسه من هیچ وقت نپرسیدم ماکسیمم چی مینیمم چی، همیشه من چیزی میگم که حسابدار باید بهت بگه بهترین حالت سناریو چیه. ولی عددشو نمیدونم، مطمئنا یه ماکسیممی داره. خب معمولا زندگی بین 80,000 و 100,000 انقدر فرق نمیکنه. یعنی وقتی از اولش آدم ست بکنه که اون پیچکه که داره میاد اون درصد کم بشه بره تو اون اکانته، از اون به بعد تو زندگی تو تنظیم میکنی باش. بنابراین اگه 3,000 رو بکنیم مثلا میشه در سال 36 تا، تو از این 36 تا مثلا اگه 6 خوشکاری میکنه. الان تقریبا 3,200 درآمد داری، خرجت چقدره؟ خرجم تقریبا میشه گفتش که مثلا 2,500 خرجته. آره 3 تا بزرگترین خرجات چی هن؟ اجاره و ماشین. سومی چیه؟ اجاره و ماشین دیگه. سومی چیه؟ بزرگترین خرجت چیه سومیش؟ دیگه سومی خرج دیگه از سوم میشه چرا بره؟ آره نه 2 تا خرج بزرگه، ماشین و آره دیگه بقیه‌اش میگم میشه خرج خودم دیگه، یعنی خرج به قول تو غذا. ماشین چقدره؟ ماشین میتونی حدی حدودی هم بگی، مثلا میتونی بگی $500 اون نزدیک 1,000 تا میشه با بیمه. آره دیگه تقریبا حساب بکنی با برقش و همه چیش 1,000 تا در نظر بگیر. اوکی، پس 1,000 تا خرج ماشینه، 1,000 تا خرج زندگی اجاره است، 500 تا خرج که زنده باشیه. آره دیگه. پس یعنی خورد و خوراک ماهی 700 تا تقریبا داری بذاری کنار. آره. حالا تا حالا گذاشتی کنار یا نه؟ تا حالا میشه گفت گذاشتم کنار، ولی یه تایمی بهتون بگم کمتر شد این اوریجم، اومد پایین درآمدم. واسه همین پرچم سیف کرده بودم خرج کردم. الان یعنی الان مثلا میخوایم با هم دیگه گفتم مثلا از امروز دیگه با هم پیش بریم. پس صفر الان مثلا صفر مثلا در نظر بگیر. حتی صفر نیست ولی خب به نظر مثلا صفر در نظر بگیم با هم بریم جلو. این همون چیزی که میگم، گفتم این آدما احساس میکنن که مثلا اگه $100 سیو داره با صفر یکیه، ولی نیست. کسی که $100 سیو داره با کسی که $0 اصلا دو تا دنیای متفاوتن. فرق گوسفند و دایناسوره. یکیش منقرض شده، این چی میگم، مثلا یکی نیست. آدما خجالت نکشید. داستان همون خونه‌ایه که پله‌هاش هست، دیواراش هست، سیمای برق داره دیده میشه، خیلی هم آشغال پاشغال دیده میشه، ولی کافیه که یه دیپ کلینینگ آخرش بیارن و یهو برق بزنن. دقیقاً. منتها خیلی خیلی برای من عدد 1,000 عجیبه برای ماشین. آره دیگه. 30% درآمد ماهیانه. تازه ماشین برقی گرفته که مثلا خرج چیز نشه باشه. آره $400 هم چیز داشت.
بنزین و چرا داشت؟ این برای یه کامیونیته عادی خیلی زیاد به نظر میرسه، مگر اینکه واقعا کار با ماشین، یعنی ماشین اینجا بیزینسی انجام بده، وگرنه برای بیزنسش ماشین رو لازم داره حتما. آره ولی آیا ماشین دیگه ای نمیتونه باشه که خیلی مثلا انقدر زیاد نباشه؟ فکر میکنم میتونسته باشه ولی میخواسته جیگولی هم باشه دیگه. نه سگ زده ماشین 2024 خریدی میگه نه. خب آخه نه آخه قبلش نه آخه قبلش ماشینم یوزد بود، بعد خب بنزینی هم بود، ماشین مال مثلا 2013 اینا بود، بعد خب مینتیننسش خیلی زیاد بود. آره بعد خب من پول تو هنوز از اون بردی وقتی اومدی اینجا ها؟ چی؟ تو هنوز بردی یا دیگه احساس کردی گفتی بنز کافی سیو کردم، درست میگم؟ یا همین قد بود تقریبا؟ ببین تقریبا همین قد بود. دیدی با این عادت کرده بودی، گفتی حالا که عادت کردم به جای قدیمی میرم نو میگیرم. من که با اون چون من تعریف آخه ایوی هم خیلی شنیدم، گفتم آقا مینتیننس نداره نمیدونم میتونی راحت. ببین نیسان لیف من داشتم، نیسان لیف ماشین اتفاقا منم لیف اتفاقا ببین اصلا میگم جینیسه آقا. ببین آخه نیسان لیسش ماهی مثلا 200-250 دلاره، چجوری $1000؟ فکر کنم فایننس کردی نه؟ من که فایننس کردم ولی لیستش هم یعنی پرسیدم 470 تا اینا بود، یعنی نزدیک 500 بود. $300 هم بیمه‌ش و $100 هم برقش و تقریبا همینا بود لیستش. خب دیگه آره یکم برای من راستش عجیب و زیاد به نظر میاد. اینا فرق کانادا آمریکاست دیگه. آره اینا فرق که من هر دفعه میشه میگم برین آمریکا اگه نمیتونی، اینا فرقاشه. یعنی آمریکا بود درآمدش بود 4 تا، خرج ماشینش بود 600 تا. نه اصلا من تا حالا توی 14 سال اخیر ماشینه که بیشتر از $450 هزینه داشته باشه برام نداشتم. نه بابا حتی تسلا اکسی که الان هم داری کمتر گرفتی؟ تسلا اکس رو بذار، اونو حالا نقدی گرفته بودم، اونو دیگه اصلا هیچ وقت هیچ ماهی پول نمیدم، حساب نکردم. اون فرق، اون تنها ماشینی که اتفاقا خریده بودم. ولی قبل از اون آودی بگیر، نیسان بگیر، تویوتا پریوس بگیر، نمیدونم نیسان لیف بگیر، نیسان پثفایندر بگیر، بی ام دبلیو ایکس 3 بگیر، من اینجوری نداشتم، برای همین خیلی عجیب بود برام. آره متاسفانه کانادا میگم من سال 2008 پول ماشینم بود 2500 2008. کانادا خیلی چیزش گرونه ماشین. اوکی میتونه بیاد آمریکا نقد بخره برگرده، نمیتونه. نقد نداشته دیگه و میتونه. چرا؟ آره نه فایننس بکنه چی میتونه؟ نه نمیذاره. باید به نقد بخره، بعدش میاره تو کانادا، باید تکس یه بار تکس بده. اوکی. آره تازه بین دوستام که الان تو ونکوور هستن همه کمتر هم میدن. آره از همه کمتر منم. یعنی من همه میگن سعی کرد عاقل باشه. آره میگن تو خوب کاری کردی، مثلا رفتی ماشین بهتر خریدی و مثلا پول بنزین نمیدی و آره کم خرج و فلان و اینا. ولی سوال همینجا باز نگاه کن، اگه که یه سلف امپلویمنت داشته باشه کنارش، یه شرکت کوچولو ثبت بکنه فقط و این به جای اینکه مال خودش باشه ماشینه باشه مال شرکتش، اون همش اکسپنس دیگه، میدونی؟ خوش اجاره بده تازه گرونتر به خودش اجاره میده و اون اکسپنس میتونه خیلی سیو بکنه احتمالاً. در واقع میتونی کمپانی بزنی به اسم محمد آمریکایی کانادا، بعد اون کمپانی این ماشین نیسان لیف رو صاحبش باشه، بعد اون این ماشین رو به تو اجاره میده واسه ماهی $1000. بعد اون کمپانی کل درآمدش هست، چون تو داری میگی $800 خرجشه دیگه. پس هر ماه $800 داره خرج کمپانی میکنه که ماشین داشته باشه، $200 از تو سود میگیره. آخر سال کمپانی $2200 $2400 سود درآورده. $2400 نباید یه قانون تکس بدی. از این ور $2400 از درآمد بردی پایین، کمتر باید تکس بدی. از اون یه کمپانی داری که یه سال آپگرید کرده، در آینده شاید این به دردت بخوره خیلی زیاد. از اون ور تکس این وقت میاری پایین. خیلی سیستم که کاملا هم قانونی و همه چی. دوباره تکرار میکنم من 41 سالمه یه بار تکس ندادم. آدیتم شدم بیشتر از یه بار. همه چی قانونی، همه چی رو حساب کتاب. این حالا پس برای هفته بعد ما میشینیم یه صحبت میکنیم و
شاید اصلا توی خود برنامه این کارو میکنیم، روی اون اضافه پولی که داره $700 میشینیم با هم یه حساب کتابی میکنیم که چجوری اینو بذاری کنار و چه آینده‌ای براش پیش میاد. اینو برای برنامه بعدی با هم ستاپ میکنیم چون آلردی وقتمون تموم شده و چه پوینتی رو کاور نکردیم. داستان هفته من میتونم یه دونه جمله یه چیز کوچیک بگم. لطفا. کتابی که یکی از اپیزودات پوریا معرفی کرده بود و خیلی هم کتاب خوبی، اتمیک هابیتس. خونه تو میخوندم دیگه، خونه تو بودم هر روز صبحونه میخوندم. آفرین. اون اتمیک هابیتس یکی از یه چپتر 4 یا 5 داشت میگفت که بخوای یه عادت جدید رو شروع بکنی، یکی از راههایی که میگه اینه که اومدن 3 تا گروه استادی کردن، این 3 تا گروه رو در مورد عادت‌های نمیدونم ورزش خواستن ببینن که چه تأثیری میذاره. گروه اول گروه کنترل بود، گفتن که شما 400 نفر برین فقط به ما خبر بدید که روزی چقدر میرین ورزش میکنید. گروه دوم بهشون یه سری بروشور و متریال در مورد مزایای ورزش کردن بهشون میدادن، بعد اونا رو هم ثبت کردن که ببینن که چقدر در هفته تاثیر میذاره اون بروشور. جوابش هم اینه که هیچ تأثیری نداشت. بروشور بدی بخونه اینا تأثیرش واقعا 1% بالا پایین هم نبود. گروه سومو که بروشور رو داده بودن بهشون گفته بودن که الان روی این کاغذ بنویس که داری فکر میکنی چه روزی چه ساعتی و چه مدت میخوای بری ورزش کنی، همون کاری که قرار بکنی و فقط بلند بگو و این جمله رو بلند یا مینوشت یا میگو و اونا 91% فرق داشت رفتنشون، 91% بیشتر رفته بودن. نتیجه‌ای که گرفته بود این بود که اگر یک کاری رو میخواید انجام بدید اینتنشنشو دارید بلند یه بار بگید. و من اینو برای خودم امتحان کردم. این هفته گفتم که من ساعتی که از 7 تا 10 دقیقه بیدار میشم باعث میشه که یه ذره فشار بیفتیم تا اون تیکه که از خونه میایم بیرون. به خودم گفتم از امروز میخوام از فردا میخوام 7 صبح بیدار شم. ولی اینو بلند گفتم که من از فردا میخوام 7 صبح بیدار بشم. شب داشتم میخوابیدم یهو گفتم یه آلارم بذارم هر روز 7 صبح بزنه. و از اون به بعدش دیگه حواسم نبود. الان که دارم براتون تعریف میکنم بلند دارم فکر میکنم. من داشتم اتاقم معرفی میکردم، یکی به من یه لایت داده بود که از اینا که وقتی بیدار میشی صبح بزنی تو چشت نور بزنه بیدار بیشتر بیدار. حواسم نبود ولی دیدم این هفته رفتم اون اومدم وصل کردم به کمد کناریم. امروز صبح که ساعت 7 گوشیم زنگ زدم رو اسنوز، دستم هم زدم رو دگمه اون چراغه، نور افکن رو انداخته تو چشای من و من تا 7 تا 5 دقیقه بیدار شدم. اینی که یک جمله رو با خودت بلند بگی اینتنشن تو خیلی مگنیفای میکنه. خب بنابراین اگر تو محمد از حرفای سهیل و توصیه‌هاش یه تصمیمی به ذهنت میرسه که میتونی در طول هفته آینده انجام بدی، لطفاً قبل از اینکه ما این برنامه رو قطع کنیم بلند اون تصمیم رو تو پشت میکروفون بگو. جالبه. تقلبم بهت میرسونم تو $700 هر ماه اضافی داری دیگه. سعی میکنم تو هفته آینده خرجای اضافی نکنم. تنها چیزی که شاید هفتگی به ذهنم میرسه تا حالا ماهانه بخواد سیف چی؟ سیو نمیخوای شروع کنی هفته دیگه؟ خب چرا دیگه؟ بس بگو بلند بگو. دیگه از هفته دیگه میخوام پول سیف کنم. دمت گرم. برعکس هم که در نگاه میکنن یه بار بلند بگن. دمت گرم. هفته بعد در مورد این که چرا پاوز کرد و وقفه داشت، یه مقاومت یا یه حسی داشت که این حرفو نزنه صحبت بکنیم چون خیلی مهمه و من این احساسو میفهمم. میریم براش. مطمئنم که خیلی هم تو خونه اینو احساس کردن. منم پس بذار بلند بگم مامان آریا رو میخوام. تصمیمش این بود برای هفته. خیلی تصمیم خوبی. من هر کاری دستم برمیومد کردم. در فقط یه کتاب دیگه میخوندم میگفت اینا رو تو دلتون بگید. آخه گفت هر چی رو دیگه بلند یزید دیگه.
خیلی خوب. فاینانشیال باشه مثلا سیوینگ کنم نه دیگه. بابا مامان آریا چیزه فاینانشال ادوایزره، میخوام ازش تو چی فکر کردی واقعا فکرت خرابه. اوکی دمتون گرم آقا، مرسی از وقت جفتتون. تا هفته دیگه میام بچه‌ها لطفاً بنویسین چقدر پول سیو کردین. هفته دیگه هم میخوام دوباره بنویسیم اون عددی که بره بالا خودت جون میگیری. از این گفتنی که گفتش حتی تاثیرش بیشتر نوشتن. بیا بریم لیتس گو. مرسی خیلی شروع خوبی بود. میبینم تا